زنم یک پیاله چای بیاره که دو وقت شده ما برو مسر کار خوب. بگیش تو بجوش بیمیام. آل چای گیرشتی؟ ما کاغوز دستان این دیگه با پلیگوز که داشتم با عقل نمیشه بزنم بخواه ضعیفه. بله سلام کوکو جان. خوبیم سلامت امتیار خوشحالیم. باش شکر زنده باشی. ما شکرینم سلام میرسم به شما. بله بخونیم. ما سوالم چای بخورم در شما رو سر کن. میام اینجی میام. خوب انم استکون باش چشم. کی بود بازم ما میمون داریم؟ کاکا بود. اینجا میمونیم؟ و گمانم که اگر اشتباه فکر نکنم مثل که در رابطه پیار ما کدوم گپ ما پیوزنه. بفهمیدی؟ احتمال در سر زیاده میتونه گپ. من باز من میگم بگفت تو سه کنون گپاشو خود تایید میکنه نمیکنه. خب خیلی خوش آمدید کوکو جان. زنده باشی کوکو جان. خیریت بود کوکو جان. تو به عجله گفتیم باش به خونه باش تا خونه آخر تا من میاد. خیریته. من بیامدم که برای تو بگم که بدون دلیل و دلایل خودم ور میخزی میری به پیش پیار. از پیار خو معذرت خواهی میکنی و اشتی میکنی از پیار. سعی کنید کوکو جان. من به شما یک خواهش از شما دارم. خواهش میبینه که خواهشن همین گپ نزن که این گپ اصلا امکان نداره. اشته امکان نداره این گپ. به دلیل از این که من به می خونه پیار خو همین پیار ما آدم همین ما و زن من خوش نداره. اما وقتی که من خوش نداره من خودی چی رفت آمد دارم، چی خودی گپ دارم، چی سخن دارم. هر چی نکنی و پیار کنه. بفهمیدی باید آدم به پیر مادر خو احترام داشته باشه. در مقابل پدر و مادر آدم مگر اوف نگه که اوف. چی جا که آدم بعضا دست بالا میکنن، بعضا دو میدن، بعضا دشنوم میدن، بعضا دل میشن از پیر مادر. سعی کنین کوکو جان، سعی کنین. ما به شما چی میگم؟ خب کوکو من احترام شما دارم ولی من یک گپ به شما میزنم همین گپ امکان نداره. خواهش میکنم این گپ من نزنیم به خاطر از اینکه این دفعه اول پیاوی مرا خونه بدر کرد، دست خیلی خونه بدر کرد. خلاصه 24 ساعت خودم به می زن به چقدر برای احترام داره. هر دفعه دست سربوس میکنه، سه مهربان چی میکنه. اصلا همین ما و زن برای می پیار ما خوش نداره. کوکو جان سلام. و علیکم سلام. خوب بخیر سلامتی. شما خوبه؟ چی عجب؟ سلامت باشین زنده باشین. از ما عجبیه. ما خو میایم شما نمیایم چهار طرف. خدا میتونه مسئول کنم خودم بچه‌ها دیگه چیکار کنم؟ راست میگی. بفهمید کوکو جان. بله یا. دیگه گپی باشه که خود شما میفهمید کوکو که گپی که امکان داشته باشه امکان داره. همین گپ امکان داره. چون 4-5 دفعه دیگه همین پیار می کارا بکرد، همین در مقابل من همین در خونه و در کرد بزد به جلوی زن به احترامی کردم. بازم پیار من حق داره به سر من. وقتی بریم به پیش پیار تو دل نازکه و ریش سفیده. وقتی بریم کوکو جان. حالا چی بگم دیگه کوکو؟ جلوی شما نمیتونم. این چیزی گفته نمیتونی در مقابل کوکو خو پیار خو این چیزی گفته نمیتونی. بله کوکو. گیر خوب تیار کرده. خیلی بینم خدایی. بابا کار بابا هم متحساسه. انال 500 تا کلوخ برابر می کوباش، یعنی هر کلوخ بذار نفس از این میده میشه. نه بیارن یک پیاله یک چای که بخورن زودتر برون که کلوخا همه میمونه اونا. خب کترین با بغض زده دیگه گناه چیه دیگه که به چیش نماده دار. نه گردنم بند بشونی با تارم الله صحبت السلام. تو کار داری نه کاغذ بود بزیر یا نکن تو بگه بری کلوخار میده کنی. گسپندر بدر کردی نه. چای هم می. بله شما کینی؟ شکر فضل خدا شما کینی؟ ها؟
کاکامه. آها کاکا اشتن این خیلیت جانجوره. بابا نه چی گفت بابا؟ پیار ما بخونه یا؟ خوبه پیار بخواه بخونه یا؟ او گودری داشتم همی 100 پیش آمده سر خودش خوب شده. مادر من میگم گودری داشتم تا صبح دیشب بیدار بدم حالا بیامدم 100 خوب شدم. شما خوبه بیاین. خداحافظ. نه کاکامو بدم گفتم که میام چین چی کار دارم. اینجا میام جونو. ها. بخی بیاد چون تو تیار کرده برده بابا بخی. گوسفندارم بدن که بخی. خب بیادم اینجا نخورم. وقتی برو به صحرا بخورده که گوسفندا گوشنه دیگه. هم کلوخ بزنم هم گوسفندا نوش کنم. خوب میکنی فقط. بخی. با هفته و زلا. دیشب تو صبح بیچاره پیرمرد او دری میکنه مونده نگو گوشت رای کنم سرزمین وقتی تو برو بخی. ایلا استنی برو خوبی استنی جان دل واسه خیلی جان تو جوره یار خوبه شکر والله خوبی ندارم لالا. بله امی پیار تو آدم موی سفیدی هم هسته مثل پیار مانه. زنده باشی. بعد هم هسته که ما برای از او آدم یک چیزی بگم بعد هست یا نیه. زنده باشی. خب دیشب تو سعی تا ما برفتم به خونه که برم بخور لقمه نونی بیارم یا نون بخورم بیام آدم سعی کردم وقت واسطه کرده لکه دوال زمینا شما. زنده باشی. انور همین نصف پالم خشک بمونده آیا ما چه کار کنم با برم او بخورم. زنده باشی. از کی؟ من مجبورم برم او بخورم که من نصف پال دیگه خورم او بودم. 1 ساعت دیگه وقت او داری شما بمونده بود بیام دانه شفان بسته کرده لکه دوال زمینا شما. زنده باشی. بیار من. بله خب دیگه من چیکار کنم تو با ما بگو. بازم ببریم میگم کاکا چرا این کار میکنی سر صدای واسمون دل استمر بزنم. یعنی همسایه داری و شناسیت همه قدر لالا. زنده باشین. سلامت باشین. من دیگه چیکار کنم حالا من نصف پال خوش بمون چیکار کنم من پیش کی برم کی بریم حالا میده. من خریدنی حالا میبینی او پیدا نمیشه. تو کجا میبری؟ ما منو کلوخار بزنم. راستی یک چیز دیگه. اون روز باز گوسفنده از پیش تو بجسته بود خور به تا شلیای نخته به چرا تو این گوسفنده خودش نمیکنی؟ گردنم ببند باشه لنگم گوسفندام اصلا گفامه. بخیر از تو که به می منطقه گوسفند دیگه کی داره گوسفند؟ بار کدوم که داره که دوتا داره تو از افشتام تیر گوسفنده تو هوش نمیکنی یا خی میشی یا خوندن میکنی گوسفنده خور پیش تو مینازه به تا شلیا. من یک دم اگه خو بشم گوسفنده خو میگه از میگه تکون نخوریم گفامه. اونو تربیت داده دست خود منه. تام بگاب میفهم 1 ساعتم خود گاب بزنم تو میگی چه کار فلانه. گوش کنیم سرشون نخور. تا کنی سر خود. من چی میگم؟ میگنی گردی ملک جان. برارمه از اون دمه که من خبر شدم که شما 2 نفر جنجال کردیم شکررنجی بین شما اومد مر زمین و زمان جا نداد آخر گفتم من مگرم برم اینا رو اشتی بودم لالا جو ای هم که هست جون جایل زنی هم همچنان شما دیگه کمک گرفته گیری نکنیم خودی از اینا. من از این بچه خوادمی عروس خود توقع نداشتم. ما امیدای داشتم که برای ساده خورم اینا باید ممزدار میکنن عروسی میکردم بعضی را اگه سیوام میشد 2 جدایی میذاشت سیوامش گپ نداشتم. گفتم اگه جدا میشی گفتم برو به بوی سرا برو و نه گفتم من میرم خونه خوشوخو میرم. گفتم تو یک خواشه اجازه از خونه من نداری که برداری ببری که اینا خود من خرید کردم خود منه تو ببری اینا بخونه خود خوشی بخوری خود نمیدم برد من میرم تو جلو پسکم چیزی که جیز داده کشی همین رو بدن دستم گفتم برو کوکو برد کار خود دیگه چیکار میکردم برو خیره و دل خو نگیریم دنیا 2 روز اشتی کنیم خود هم دیگر ای هم پی برده واقعا پشیمون شده من 100 به خونه براتون این نصیحت کردم خدا شده که من مقدر از عروس خو ناراض نیم خدایی او بچه نااهل شده خدایی او هم او سیاسر همین خیلی نصیحت کرد فیوری سفید پیارتونه برای احترام داشته باش برو اشتی کو بخیر حالا کم بگیریم بیا دست پیار رو بوس کو خودی و اشتی کو دنیا 2 روز کرایی گپا نمیکنه
زن بچه خورم برو اثر و خسر خوار دار بیار پس بیا به سر خونه و زندگی خوب کاکا. ما کاکا جان همون گپی که به شما گفتم هیچ وقت برو گپ به شما استاد نشه رو نمیشم. پیار خورم من دوست دارم احترام میذارم دارم. خیر بینی کاکا. بالاخره زمانی که پیار معصاب خراب میشه نمیفهمن که چی میگم چی عکس العمل از خونشون میدم. خب خیره باشه پیار منو به سر حق داره هیچ مشکل نداره من میل کم خودی پیار. آیا برو ما دمی که برای میگم برو کار کنم بدی میگم. برای میگم سر کوچه نشین بری بدی میگم. برای میگم خدا آدمو بی جانشین نشین بری بدی میگم. خود نمیگم. این برازادگرگ مموتینیه که بیجانشین باشه فعلا کارباری نیه نه هم به جستجو کار هست فعلا کارباری نیه یعنی تاشون من بری سفید خود میرم کار میکنم جگر من کنده آیا به من کار پیدا میشه بزی جوان پیدا نمیشه به مو سادگرگ من پیدا میشه کار تاشون کلوخکوی داره کلوخ میده میکنه گل میکنه چکار میکنه فلان میکنه بزی پیدا میشه بزی پیدا نمیشه او خو همیجی کارو خود شمار میکنه خواهم کارا خود حال هم بیایم کارا خود مر بکنه دو نفر به کار نداره این زمین و این کلوخکو اینو خود از او شما انجام میدیم به خسته کاردگی هست کاردگی بگیری بیای انشالله میره برات کاری بگیریم دل خونه نگیریم بگیریم اشتی کنیم خودم بگم ای من پیار من اور میخوام احترام میرم دارم رسای نرم بس میکنم ناراحت نباش فهمیدی تشویش نکن گیر نکنه پیار من احترام شما دارم بودم نه اسلام ادایت اسلام ما به خدمت شما فهمیدی خب خیر بینیم که به حرف کاکا خوب بکدی خواهش میکنم کاکا شما هم لالا خیر بینیم که به حرف مکدین از هم دگر دیگ و دل آزار نیم انه اشتی کردیم این هم میره زنه بچه خور میاره دیگه خدا کنه که هم گپا گفتی بین اینو شما و اینو نباشه نه انشاءالله گپا گفت خاصی نیه دیگه من فقط همون گپی که گفتم حالا رد گپ از خیلی خود شما نمیگیریم مشکل نداره من فقط میرم حالا برمی دارم و اسباب مسباب خیلی جا برمی دارم میارم با مو سرسرا میارم میشینم بیخیسی هر جا که دل تو مای کاکا جو همین پیرک تو هم بگفت گفت هر جا که دل مای بشینه اون این سرسرا خونه داریم این طرف هم ماشاءالله بخونه زیاد داریم اینجا خب من دیگه رفتم به اجازه چاش نه زنده باش سلامت باشین دیگه این هم میره که زنه بچه خوب بیاره خب بره من برم به خونه که کمک کار دارم خداحافظ اجازه کارو داره خداحافظ